یکی از پارچه هایی که برش زدین رو روی تخته کار با گیره کاغذی یا چسب کاغذی کاملا فیکس کنید. من در این آموزش از یک طرح برداری که تقریباً تمام ترکیب رنگ‌های چرخه رنگ ایتن در این طرح به کار رفته شده استفاده می‌کنم. با چسب کاغذی طرحشون رو روی پارچه ثابت نگه دارید. حالا یک ورق کاربن رو زیر طرح قرار بدین و به آرامی شروع به کشیدن طرحتون کنید تا انتقال طرح روی پارچه انجام بشه. با حوصله و دقت تمامی جزئیاتی که توی طرح می‌بینید و با استفاده از یک خودکار یک طور از روی هر کدوم از این شکل‌هایی که می‌بینید بکشید تا تمامی جزئیات روی پارچه منتقل بشه. بعد از اتمام کار کاربن رو از زیر طرح بردارید و طرحی که روی پارچه‌تون افتاده آماده است برای رنگ‌آمیزی.